با سلام دیگر بار بیننده عزیز، بازم شالگل خوجا هستم در روبروی شما و تقریبا بعد از 3 ساعت دیگر برنامه خبری رادیو آزادی رو در پخش مستقیم پیشنهادی شما خواهم کرد. خب اما تا اون لحظه که برنامه شروع می شود بیاید ببینیم که این لحظه ها در تاجیکستان و جهان چی میگذرد. خب در شهر دوشنبه همین حالا ملاقاتی رئیس جمهوری تاجیکستان امالی رحمان با نخست وزیر روسیه مدویدیو ادامه دارد و طور همکاران ما در اونجا قرار دارند، یعنی در بوستانسرای حکومتی تاجیکستان، و میگویند که یکی از مسائل های مهمی که در گفتگوی جانب ها بررسی شده است مربوط به شرایط بود و باش مهاجران تاجیک در روسیه است. از این بیشتر چی گفته شده است ما را پیگیری کنید. ما در برنامه خبری رادیو آزادی حتما برای شما تفصیلات خواهیم داد. و دهها سیم کارت های شرکت های موبیلی تاجیکستان در آن طرف مرز. کمیته امنیتی دولتی ملی تاجیکستان گروهی را بازداشت کرده است که تنها در یک سال اخیر صدها سیم کارت های تاجیکی را به شهروندان افغانستان فروخته است. چون و چرای این موضوع را همین گونه ما در برنامه برای شما پیشنهاد خواهیم کرد. و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که در یک سال اخیر توانسته از دهها پیغام جنگجویان داعش و نزدیکان آنها را به پیوندانشان در تاجیکستان برسانند، ولی به گفته مسئولین این کمیته تا هنوز آنها اجازه ندارند که به محبوسان سوریه وارد شوند و از احوال محبوسان تاجیک به خانواده‌هاشان در تاجیکستان چیزی بگویند. و در برنامه امروز همراه با شما از یک نگاه میاندازیم به زندگی کودکان لولی در تاجیکستان. هرچند در چند سال اخیر در مجرای زندگی آنها یک نوع تغییرات احساس می شود، ولی با این وجود تا هنوز کودکان لولی به همچون یک دستیار اساسی برای پیشبرد خانواده های لولی تبار در کشور باقی می مونند. و در شب و روزی که روسیه به برگزاری جام جهانی فوتبال آمادگی می گیرد، همراه با شما درباره مهاجران فوتبال باز صحبت خواهیم کرد. طوری به نظر می رسد مهاجران کاری در روسیه همکنون دیگر با کار سیاه در این کشور قناعت نمی کنند و تلاش می کنند که برای پیدا کردن موقع خود در جامعه روس راه بیابند و چنین امکانیت را آنها در میدان های فوتبال جستجو دارند. چگونه؟ با ما به در برنامه خبری رادیو آزادی در یک گزارش ویژه خود شما به واسطه خواهید دید. البته خبرهای زیاد داریم که همه اون را شما میتونید در سامانه ما www.azadi.org پیدا کنید و تا شروع برنامه خبری رادیو آزادی که 3 ساعت دیگر باقی مانده است ما تلاش میکنیم بازم دیگر خبرهای تازه را به سهم شما برسانیم و همچنین شما نوارهای ما را میتونید در آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب تماشا کنید. و طوری هم در شروع معرفی سرخطا گفتم این لحظه ها ملاقات هیئت های تاجیکستان در بوستانسرای حکومتی تاجیکستان در دوشنبه ادامه دارد و موضوع های مهمی همکاری های دو جانبه میان روسیه و تاجیکستان مطرح می شود. تاجیکستان روسیه را تا به حال همچون یک شریک اساسی استراتژی می حسابد و آنها میگن که در این ملاقات تلاش میکنند همکاری های بیشتر را در بخش های مختلف از جمله تجارت، اقتصاد، هر نظامی و کشاورزی و از همه مهمش مهاجرت بررسی نمایند. خلاصه من شما را بعد از 3 ساعت دیگر در پخش مستقیم برنامه خبری رادیو آزادی در آزادی ویدیو یوتیوب منتظر هستم.